کریستیانو رونالدو، ستاره فوتبال پرتغالی. رونالدو روز 5 فوریه 1985 توی شهر فونچال جزیره مادیرا که یه جزیره کوچیکی توی سواحل غربی کشور پرتغال است به دنیا اومده. رونالدو آخرین بچه از 4 بچه ماریا دولورس و خوزه دینسه. اسم رونالدو القا گرفته از نام رونالد ریگانه، بازیگر مورد علاقه پدر رونالدو بود. رونالدو توی خانواده و محله ضعیف فقیری زندگی میکرد، ولی خونهشون روبروی اقیانوس بود که این واقعا عالیه. خوزه پدر رونالدو توی یه باشگاه فوتبال مدیر تجهیزات بود. رونالدو هم اینجوری با فوتبال آشنا شد. خوزه الکلی بود و زندگی جالبی نداشتن، برای همین ماریا مادر رونالدو هم به عنوان نظافتچی کار میکرد. توی سال 2001 وقتی که رونالدو 16 ساله بود، تیم منچستر یونایتد تقریباً 12 میلیون پوند برای رونالدو قرارداد بست که توی اون زمان یه رکورد بی سابقه بود. رونالدو هم کم نذاشت و توی سال 2004 3 گل اول تیمش رو زد. رونالدو تو سن 22 سالگی یعنی سال 2007 یه قرارداد 5 ساله 31 میلیون پوندی رو امضا کرد. سال 2008 جایزه بهترین بازیکن سال فیفا رو به دست آورد و منچستر یونایتد رو قهرمان لیگ برتر کرد. راستی لایک و سابسکرایب یادتون نره. باشگاه فوتبال اسپانیایی رئال مادرید توی سال 2009 رونالدو رو از منچستر یونایتد به مبلغ 131 میلیون دلار خرید که واقعاً یه مبلغ هیولاییه. رونالدو با شکست دادن لیونل مسی از بارسلونا توی سال 2016 4مین توپ طلای خودش رو گرفت. البته بردای رونالدو تو اون سال کم نبود. رونالدو قهرمانی اروپا، لیگ قهرمانان و جام جهانی باشگاه‌ها بود. وایسا هنوز تموم نشده. رونالدو جایزه یوفا و مجله فرانس فوتبال هم گرفت. توی سال 2018 رونالدو با امضای قرارداد 140 میلیون دلاری عضو تیم باشگاه یوونتوس شد. رونالدو توی اولین فصل بازی یوونتوس توی 14 تا بازی اولش تونست 10 تا گل بزنه که باعث شد جایزه سوپر کاپ ایتالیا رو با خودش به خونه ببره. فکر کن. راستی تونست تیمش رو به 8مین قهرمانی سری آ برسونه و خودش رو به عنوان MVP یعنی بهترین بازیکن برسونه. زندگی شخصی رونالدو. جورجینا رودیگرز، مدل اسپانیاییش که برای اولین بار توی سال 2016 خودشونو به صورت عمومی به مطبوعات نشون دادن. توی سال 2017 یه دوقلو پسر و دختر، البته به وسیله رحم اجاره‌ای، به دنیا آوردن. این آخرش نیست، بایستا. توی همون سال جورجینا یه دختر به دنیا آورد، خودش. این خانواده به علاوه جونیور پسر اول و ثمره دوست دختر اول رونالدو یه خانواده پرجمعیت 6 نفره رو تشکیل دادن. رونالدو هم توی زمین فوتبال و خونه هم خیلی پر انرژیه. 27 آگوست 2021 خبر رسید که رونالدو دوباره به منچستر یونایتد برمیگرده. ولی 1 سال بعد یعنی سال 2022 خبر رسید که بزرگترین قرارداد تاریخ فوتبال توسط رونالدو انجام شده، امضا شد. یعنی پیوستن رونالدو به باشگاه النصر تا سال 2025 به مبلغ سالی 200 میلیون یورو. این اسطوره فوتبالی جهان نه سیگار و نه خالکوبی روی بدنشه. البته خودش میگه بعد مرگ پدرش لب به الکل نزده. راستی
دوست دارید ویدیو بعدی در مورد کدوم بازیکن فوتبال باشه؟ حتما کامنت بذارید.